سگه در موتر آورده چسبان داره است. کاش کنی بخیر برآمده. مثلا خلبکرزای هستم. یعنی چند سال میشه که ایشای دمی لاین هستم. یعنی مشکلات را خودتون به چی سر میبینید؟ ما یک موتور کشکل از کجا آورده هستیم. خودتون را خیر کل یا با خبر دارید. لولاش میمنه. روی اصلی 2 ماه پیش بند شده، هم زود بند میشه هم دیر باز میشه. یعنی راه دیگه است. از کوهستان تا میمنه همین راه باشه در درست کرده میریم. 14 نفر، 15 نفر، 16 نفر، تقریبا 50 سربار. ما میگیم نه موتور ببینیم، موتور کیبل کرده اومده. این منطقه ما دورترین منطقه یا دورترین ولسوالی فاریاب است که در 130 کیلومتر راه فاصله داره و مدت 6 ماه این مسدود است. برف باران گیر است، هیچ چیزی به این مردم رسیده نمیتونه. یک سر مواد غذایی به 150 روپیه کرایه تا اینجا میآید. بعد از حالا شروع است. فعلا 1001 نفر رفت آمد در ولسوالی داره در موترها، چون راه بسیار خراب شده است، خراب است. ما اشد ضرورت اول سرک است که سرک مردم بسیار خراب است. مریض ما اگر برو از بین میره، از جور ما مریض میشه به خاطر تداعی فارابی قدر مشکلات. سرک در حالت است که بسیار خراب، 6 ماه راهش مسدود است. امکانی یک مریضی که مثلا اینجا به مرض اپندیکس که بسیار خطرناک است که بعد مثلا در زودترین حالت به دکتر رسیده شو برسانیم ما او سرک مسدود است، ما نمیتونیم او را رسانده. شفاخانه ما امکانات نداره که او را تداوی کنه یا که بالاخره چاره ایزی را یک حل بکنه. فقط تنها همین سرک ما مردم تا زمانی که باز نشوه یا که دولت در رسیدگی نکنه، این تیربند ترکستانی که اینجا واقع شده، سرک از 6 ماه که بند می باشه، در طی 6 ماه تمام مشکلات، ضربه های بسیار مهلک به وجود پیکر از کوهستان زده میشه. هیچ امکانی عبور و مرور نیست. حتی با اسب هم ما مثلا در حالت های بارانی ما نمیتونیم مریض از اینجا انتقال بدیم. این سرک اگر رسیدگی نشوه، باد خشک جانی از این مردم نمیشه. با خود شما معلوم است، خودتان از همین سرک آمدین دیدین که ما پشت از کوه قرار داریم.
خیلی نفوسمون الحمدلله زیاد هست که تقریبا با حدودی 75 قریه هستیم ما مردم. تقریبا 6 ماه همی سرک عبور و مرور ما که مواصلاتی ما در فاریاب میشه 6 ماه قید است. با 6 ماه قید بودن به این کلینیک ضعیف، به این مکتب و تدریس ضعیف، به این اقتصاد ضعیف مردم چی کرده میتونه؟ هیچ کار کرده نمیتونه بدونی که خدای متعال خودش مردم به چه حالتی که شفا میده، به چه حالتی که تداوی میشه هیچ نمیت از طرف الله متعال است. دیگه ما مردم از بسیار چیزا کم بود هستیم. سرک ما مشکل داره، برق ما مشکل داره، کلینیک ما مشکل داره، مکتب ما مشکل داره، از همه چیز ما به مشکل قرار داریم. دیتای 20 سال 21 سال که تقریبا این حکومتی که گذشته حکومت کردن ببینین که خودشون از مشکل خودشون به کسی رسیدگی نمیتونستن، بلکه الله متعال بخواد که حکومت امارت اسلامی قوی شوند و به مردم ملت ما توسط شما برادرها رسیدگی بکنن ان شاء الله. چالش ها و مشکلاتی مردم اگر اولویت بندی بکنیم، در قدم اول ضرورت مبرم مردم سرک است که یک منطقه کوهستانی است. اینجا 6 ماه رای مواصلاتی این ولسوالی تا مرکز فاریاب میمنه را مسدود می باشه. در اثر برف و باران و گپا از کوه عبور و مرور به صورت قطع بند است. این مردم تلفات جانی مردم خصوصا در این 6 ماه بسیار زیاد است. زندگی مردم یک زندگی روستایی است. در کلیتش مردم فقیر می باشند، به صورت فجیع روز می گذرانند. خیلی قحطی تاثیر منفی روی مردم گذاشته. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.